آیا این دسترس هست به مردم ما؟ آیا مردم ما در حالت بیمار شدن امکان دسترسی به چنین بیمارستان ها رو پیدا میکنن؟ آیا توانایی رفتن به چنین یک بیمارستان رو در دست دارن؟ بدترین حالت میدونید در کدام حالت است؟ بدترین حالت در آنی است که تمام شرایط ها مهیا هست، بیمارخانه هست، غذا هست، بازارها پر است، ولی تو شهروندی تو پول ندارد برود این رو بگیرد. بدترین گرسنگی، بدترین حالت اون حالت است در یک دولت داری که تمامی چیز در بازارها هست، در کشور هست، ولی ملت توانایی رفتن به اونجا را ندارد، پول ندارد برود غذا بخرد، میرود بازار، در بازار میبیند غذا هست، نان هست، همه چیز هست، ولی خریده نمیتواند. این بدترین حالت است. بدترین حالتی است که مادر رو در حالت مرگ میبینید. بیمارستان سرطان با تمام تکنولوژی جدید، با دکترهای پیشرفته هم که علم طب دارن وجود دارد، ولی توانایی چی را ندارید؟ طبابت مادر را نداره. این بدترین حالت است که مادر فرزندت پدرت در دستت میمورد، ولی تو پولی نداری برای اینها رو طبابت کنی. پس با اونجا میاد که همین بیمارستان ها نمی بود بهتر بود. حد امکان به پدر میگفتم که همین بیمارستان ها نیست، در تاجیکستان نیست که من شما رو ببرم. حتی با مادرت با فرزندت همین حرف رو میگویی، خودت رو دلتیی میکردی. اما وقتی تمام شرایط ها آماده است، پول برای رفتن نیست، این بدترین حالت یک ملت است. و این ملت امروزه شرایط تاجیکستان در همین گونه شرایط قرار دارد که ما تمام دسترسی به همه چیز رو داریم، ولی چی نداریم؟ پولی پرداخت او رو نداریم. امروز در تاجیکستان مردم در خانهشون گوش خورده نمیتوانند. در حالتی تولد کردن فرزند بدون پرداخت نمیتونه فرزندش، یک مادر فرزندش رو تولد کند. ننگ این حالت است. ننگ در این حالت است. رحمان رو میرود بهترین شرایط رو با گفتی خودش مهیا میکند و در بدترین حالت و بدترین قیمت رو برای مردم میگذارد و اونجا رو ترک میکند. اینجا است که مردم باید هوشیار باشند. مردم باید بدانند که پیشرفت در بدن ساختمان نیست، پیشرفت در بدن چونی یک بیناهای بلندوشیانه نیست، پیشرفت در بدن امکانیت است، در بدن دارایی مردم است، در بدن جیب مردم است. اگر ما شرایط رو مهیا ساختیم که مردم در حالتی مریض شدن این پدرش، مادرش، فرزندش جیبش پر بود، اون زمان اون بیمارخانه خودش پیدا می شود، اون زمان دکتر خودش پیدا می شود.